سلام بچه، حال دلتون داره؟ حسام هستم. امیدوارم کسی سعید سلامت و درجیک باشین. آقا زیاد ویدیو رو طولانی نمی‌کنم. امروز میخوام به شما گان و آرمورا بچه بیشتر به شما توضیح بدم. گان آرمورا که احتمالا خودتون بدونید، خب اون آخر ویدیو میذارم. ولی گان ها رو خیلی واسهتون سوال و مشکل هستش که آقا مثلا ما مثلا فلان گان رو داریم، زیاد اتچمنت نمیتونیم بذاریم، فلان بهمان بیسار از این داستان ها. کامل بهتون توضیح میدم. قبلش گانای خودم بچه به شما نشون بدم. من یه دونه استم وی ام پی فنک رایتک لک تایپ 19 و کیلو دارم بچه. کیلو رو بچه اتچمنت باشون زیاد پلی ندادم، اتچمنت خاصی روش نداره، یعنی این اتچمنت الان این اتچمنت الکیه تقریبا. یا مثلا تایپ 19 زیاد باف خاصی نداره. این بافا رو بهتون توضیح میدم. مهمتر از همشون بچه رم 7 که دارمه. خب الان میگه چجوری اینقدر اتچمنت چیدی؟ تازه من بچه یه رد دات نداشتم چون پیلداریه دیگه، رم 7 به اصطلاح متیک و این داستان. ولی خب شما اگر مثلا مگه من همین الان بخوام با این به اصطلاح چیز بخوام پلی بدم، خب قطعا یه دونه رد دات میذارم روش و یه همچین چیزی از اون در میاد. خب این از این. حالا چیکار باید بکنیم؟ دو تا روش داره واسه گرفتن بچه‌ها گانا. یکی کوروهانا شاپ، یکم اطلس کورپ. که اطلس کورپ رو من با افرادی که کوروهانا شاپشون تراس لولش این پایین است، لولشون زیر 4، یعنی 5 نه، یعنی 5 به پایینه. خب واسه اونایی که حالا میخوان به اصطلاح گان متیک بگیرن ولی خب مثلا چیز تراس لولشون نرسیده، من اینجا میزنم خب رو اطلس کورپ لابراتوری میزنم سمت راستی. خب بعد حالا میبینید اینجا یه گزینه داره بنفشه، یه دونه هم آبیه. خب شما اگه بخواید این بنفشه رو باز کنید، نبید واسه من بازه، برای شما شاید بلد نبودین علل خصوص قفل باشه. رو این آبیه میزنم. خب و میبینید خودتون دیگه مثلا اینجا قطعا چیزای آبی اینا داره. اینجا رو چیز بخوام بزنم چیزهای ریر داره، ریر. و البته اگه شانس بیاریم بهتون به اصطلاح اپیک بخواد بهتون بده. این از این. شما اگه 20 دور از این بزنی، یعنی یه دونه 2 تا 10 تایی از این بخوایم بزنی، من چون نمیخوام پولا رو فعلا هدر بدم، نیاز این پول ها، 2 تا 10 تایی بزنین این اپیکه باز میشه. سمت چپ پایین اونجا خودتون میتونید ببینید اپیکه باز میشه. حالا شما باید چیکار بکنید؟ اینجا قسمت اکسچنج رو میزنید سمت چپ، همین قسمت دکمه زرده که شما 10 تایی میتونید بزنید. اکسچنج رو بزنید، خودتون میتونید اینجا بچه مشاهده بکنید که چه چیزهایی میتونید بخرید. من الان چون تراس لولم بالاست، هر کدوم از اینا میتونم پول عادی بازی هم بخرم. ولی شما که میخواین بگیرید میبینید بچه 3500 4500. من رم 7 رو قطعا پیشنهاد میکنم بگیرید و هر اتچمنتی هم داشت مهم نیست، البته اگه لولتون پایین باشه، چون هر کسی چون تون لولا که شما هستین احتمالاً چون رم 7 متیک نداره یا مثلا اصلا گان متیک نداره که چیز کنه، خیلی راحت میتونید بزنیدشون. حالا چجوری از این اکسچنج ها بگیریم؟ یه دور 10 تایی میزنیم، چون آیتم خوبی میتونه بده اینجا. من با 10 تایی زدنشون مشکل ندارم. اینجا میبینید آیتم هایی که تو اینجا میبینید، یعنی شما هم گان های خوبی از اینجا گرفتین، همین اینی که اینجا میبینید دیپ نات کور. خب همین یه دونه کردیتی که اینجا داده و اکسچنج من الان شد 600 تا. هر 10 دور بچه‌ها 250 تا میده. و اگه یه ذره حساب کتاب بخوایم بکنیم اینجا 14 دور شما نیاز دارید که بزنید، انگار 80 میلیون شما باید تو بازی جمع کنید. میگه خب الان 80 میلیون از تو بازی چجوری جمع بکنیم؟ اسلحه‌ای که نیاز ندارید و خیلی راحت بفروشید دیگه اینم حالا من نگم. شما میایید اینجا مثلا من میبینید این اشتیار نیازم نیست، این نیازم نیست، البته اینا با ایونت داده بود به من. اینا تایپ نیازم نیست، مثلا من 47 رو دیگه نیازم نیست، اینو برمیدارم. کیلو مثلا نیازم نیست، یا مثلا رم 7 نیازم میذارم نگه دارم اونو. نمیدونم اس وی دی 2 تا دارم برای چی نیاز نیست، رم 7 2 تا دارم نیاز نیست، رم ایکس ام 4 همینجوری بچا اینا رو میفروشم. رال ال ام جی بافش آشغاله مثلا میفروشم. بقیه گانا همینجوری بچا اینا رو میگیرید میفروشید. یا مثلا 3 تا AK 47 دارم من که میبینید فایده نداره، اینا هم مثلا میگیرم میفروشم.
اینجا به پولاتون هم اضافه میشه و دوباره میتونید بزنید کنار اون پولهایی که شماها دارید. البته اینجا این 9 اتچمنت داره، من اینو نگه میدارم. این 9 اتچمنت من نگه میدارم. مهمترین سوالی که الان پیش میاد میگین که خب باشه یاد دادی که ما چجوری گان لجند و میتیک راحت هم نباشه بتونیم بگیریم اگه لول تراست شاپ کوروهانا پایینه. اتچمنت ها چی؟ اتچمنت هایی که بچه‌ها میده رندومه، یعنی مثلا الان میبینید حالا اپیکا رو حساب نمی‌کنم، اپیکا اصلا اینا بگیم تون تون بفروشیم که ما حواس پرتی نشه و همزمان پولمون هم بخواد برگرده، یه تیکش به اصطلاح. خب اینم از آخری. خب حالا اپیکا رو حساب نکنیم، میایم این قسمت، مهمترین قسمتی که شما قطعا سوالتونه و نیازتون هستش. تایپ 25 که اینجا میبینید بچه 9 تا اتچمنت داشت. الان میگید چرا این بعد 9 تا اتچمنت داشته باشه؟ بچه گان‌های لجند و میتیک نسبت به شانسی که شما دارین میخرید با یه سری باف ها و تعدادی اتچمنت میاد. پایین‌ترین حالت با 5 تا اتچمنت هم میتونه بیاد که اون با خیلی بد شانس باشین، یا مثلا این شبیه این SO14 که یه سری گانای خاص با 4 اتچمنت میاد. مثلا اینجا خیلی من بدبختم که با این تعداد اتچمنت اومده، میفروشیم. این VMP هم فایده نداره واسم. خب حالا اوکی شد. ببینید اتچمنت های زیاده، مثلا این گان اسمیت اینجا میزنم میبینید HS 8 اتچمنت داره ولی خب لیزر رو نداره، مثلا میتونه مثلا مشکل ساز بشه. این از این. حالا باف ها رو بچه با شما میخوام توضیح بدم. این روش اولی که گفته بودم. روش دوم کوروهانا شاپ میرین. خب و خب اینجا میبینید دیگه من چون تراس لولم 7، خب میگی خب چجوری تراس لول رو ببریم بالا این واسه اگه سوال پیش اومده اینا. بعد این ایونت ها رو باید برین که این ایونت ها بچا خیلی چرخشیه، یعنی واسه هر اکانت و اینجور چیزا میشه گفت چرخشیه. توصیه من میشه اینو به چت جی پی تی بگید آقا این تو کال آف دیوتی موبایل این قسمت مثلا بگید آقا حالا اگه پرامپتشو واسه اون سوال پیش نیاد بگید آقا داخل عکس قسمت مود DMZ کال آف دیوتی موبایل یه ایونتی هست، این ایونت چی میگه و من باید چیکار بکنم، یه همچین چیزی بگین. چت جی پی تی مطمئن باشین راحت میتونه کمکتون بکنه چون متفاوته واسه هر کسی. ولی خب مثلا واسه من چی نوشته؟ میگه یه دونه آرمور پلیت اپیک بخر، 100,000 تا از طریق فروختن به دست بیار که من خیلی گام فروختم الان جلوی چشتون. کارت کریت نمیدونم چیه، از این فکر کنم کارتای پاسور منظورش احتمالاً هست، تو بازی باید لوت کنید بیارید اینجا بهش تحویل بدید. یه دونه لژندری HDR مثل این که میگه باید سابمیت کنیم، یعنی به اصطلاح باید بخریم و بهش تحویل بدیم، یا اگه هم از قبل داریم بهش تحویل بدیم. و اینم که بچه این بچه برای شما باز نیست احتمالاً دیلیار هم میخوام بهتون بگم. داخل کوروهانا بیس که تو سرپنت آیلند هست میگه 5 دقیقه بشین یه دونه HS لجند مثلا میگه اینجا تحویل بده، مثلا یکاشون رو نمیفروختم اینجا تحویل میدادم. و یه سری اکویپمنت ها رو میگه تعمیر بکن، اینجوری که آروم آروم میره بالا. واسه من الان هم میبینید هر دوتاش هم 7. این اینجوریه. حالا حالا اطلس کورپو من توضیح دادم. کوروهانا شاپ هم که میگم اگه لولتون 5 به بالا باشه که تو تقریبا 1 هفته یا شاید هم کمتر بشینید ایونت ها رو همینجوری برید، خب اینا باز میشه. لول 5 بشید گان متیکا باز میشه، لول 6 بشید آرمور متیکا باز میشه، لول 7 بشید کیف متیک باز میشه که خب قطعا قسمت مهمش قسمت گان متیکا است. چرا؟ چون شما وقتی بمیرید هم گان متیکاتون رو از دست نمیدین، در حالی که تو خیلی از بازی‌های این دست از بازی‌ها شما اگر به اصطلاح بمیرید حتی گان هاتون رو هم از دست میدادین، مثل تو دلتا فورس و آرنا برکت. ولی تو کال آف دیوتی سادهش کردن که این موضوع خوب هست، تا حدود تقریبا خوب هست و یه خورده حالا به اصطلاح هر کسی میتونه با گان خودش راحت بتونه پلی بده، گاناتون هستش. حالا من چون بین گان متیکا که 47 رو من که 47 رو زیاد قبول ندارم، یا ببخشید بابت این موضوع، ولی 47 رو من زیاد قبول ندارم و خب XM4 یه خورده منطقی تره. یه XM4 بچه‌ها میگیرم ببینین چه الان خود جلوی خودتو اینجا گرفتم چون اصلا نداشتم تو به اصطلاح اینونتوری. میبینیم الان چند تا اتچمنت داده و چه باف هایی داده، چون بافاشون بچه کاملا رندوم. اینجا
قبل اینکه ایکس ام 4 رو ببینید بچه بافاشو اینجا میبینید. چند تا از بافا رو توضیح بدم. 30% خشاب اضافه میکنه، یعنی مثلا 50 تا خشاب داره، مثلا میشه خشاب 60 خورده ای تا. خب رنجش هم مثلا میشه 20%، رنجش رو 20% اضافه میکنه. اینا رندومه ها به ایکس ام 4 اضافه میکنه، یا نه بگید که واه این همه چیز با هم اضافه میکنه. فیلم هندی نیست، در این حد فیلم هندی نکردنش. دقت هیپ فایر رو ایمش مثلا 20% اضافه شده. فتال استرایک مثلا بچه دمیج مالتی پلیرش 3% اضافه شده، 0.3% اضافه شده. این کاتی کردم این لحظه. یا مثلا بخوام بهتون بگم FMJ مثلا به آرمور رو اصلا رد میکنه، مستقیم بادی شات میزنه که این دیگه واقعا خود نامردیه این موضوع. یا اکستندد مگ مثلا این هستش 50% خشاب اضافه میکنه، مثلا اگه به اصطلاح خشاب 50 تای گذاشتین روی گان میشه 75 تیر، ولی ریلودش رو خراب میکنه. مثلا مثل شبیه عملکردش اون گان شبیه LMG میشه تقریبا. یا خیلی از این دست چیزا هستش. SCD گارد مثلا شما وقتی تیر میخورید هیت فیلینچشو 30% میاره پایین که این خیلی خوبه، بیش از حد خوبه. و از این قبایل لجندا هم بچه همینو دارن، فقط نسبت متیکا نصفه واسه اونا به این صورته. خب ایکس ام 4 هم بچه بریم نگاه بکنیم، میبینیم که 7 تا اتچمنت اضافه کرده و اتچمنت ها اضافه کرده که تقریبا آنچنان به درد من نمیخوره. مثلا به درد منی که اسالت ها یه جور دیگه باش، با اسالت رایفل ها جور دیگه باشون پلی میدم. یا آندر برل داره که من خب چون اپیک اینو استفاده کردم هستش. مازل مثلا بچه اینا هستش، مثلا من بخوام بذارم اینفینیت کامپنسیتور میذارم روش، چون ایجنسی من باز نیست و باید میگه 8 بار با ایکس ام 4 متیک بیام بیرون که این خیلی سخت میکنه. میگه اینم میگه مثلا گان تو 5 بار تعمیر بکن، ریپیر یعنی تعمیر بکن. مثلا رد دات داره، اگه مثلا متیک ندارین رد دات بذارید. استاک هم که خب مثلا من بخوام بذارم، خب همین رایدر پد گزینه خوبیه. میگه چی میگه که با ایکس ام 4 متیکی که 6 تا اتچمنت اپیک به بالا داره، اپیکی هم که من میگه بچه این یا خدا باگ خوردش، اپیک هم که میگه بچه اینا که میبینید با اینجور اتچمنت ها باید شما برید و از بازی بیاید بیرون. یا همین پرکام حسابه، مثلا اسلاید آف هند خشاب 50 تایی، یا مثلا همین اینو بذارید، یا مثلا این، یا مثلا چند تا اتچمنت گفته بود 6 تا اتچمنت، یه دونه هم مثلا رد دات میذارین تموم شد. با این مثلا میاید میرید مثلا هدشات میکنید انمیا رو، از بازی میاید نمیدونم اکسترکت میکنید میاید بیرون و این داستان ها، کار واسهتون در میاد. به این شکله کل قضیه اتچمنت چینی به این صورت. حالا اتچمنت ها که خودم دارم، بهترین اتچمنت دیگه من دارم، بهترین گانی که من دارم گان رم 7 منه که 16% ریکویل رو بهتر کرده، یعنی عملا ریکویل نداره این بچه واقعا تو بازی. خب و 2% هم 0.2 هم دمیج مالتی پلیر اضافه کرده. خب که این واقعا فیلم هندی میکنه این گان رو. اتچمنت هم که اینجا زیاد توضیح نمیخوام بدم، همون اتچمنت مولتی بتلی که خودتون میدونید. مونولوتیک، FSS رنجر، XRK میلی استاک، نمیدونم لانگ شات. حالا میتونید بهش وودینگ هم بذارید. این کاری میکنه که مثلا شما به HP انمی دمیج زدین دیرتر پر بشه، که این واقعا بیشتر کاربرد داره به نظر من تا اون 10% رنج. اینم که دقت اضافه میکنه. رنجر هم که میدونید. این تیکر رو هم بهتون بگم، هر کدوم از این گان ها، یعنی هر کدوم از این گان اتچمنت گان ها، همون اتچمنت ها هم باز قابلیت دارن. اینو حواسم نبود بگم. میبینید رنج رو 20% اضافه میکنه، رنج رو 8% اضافه میکنه، اون خشاب بودش اشتباه گفتم، 8% اضافه میکنه. ADS موومنت اسپید رو 4% اضافه میکنه که خب واسه رو رنجر باز خوبه دیگه، مثلا 6% انگار شده. یا مثلا مونولوتیک ریکویل افقی عمودی رو 6% بهتر میکنه. یا 20% به سرعت تیر اضافه میکنه، یعنی سریعتر تیرا به انمی میرسه که این خیلی مهمه واقعا. و XR که میلی استاک به جز 10% به اصطلاح سرعت ایم کردن،
8% هم اینه که این واقعا کارو عملا در میاره. یه گان دیگه هم بچه اینجا پیشنهاد بکنم، فنک. من این دوتا رو واقعا پیشنهاد میکنم. حالا اتچمنتاش اینجا خودتون میبینید دیگه. ریکویل رو نمیدونم بهتر میکنه. این MIP اینو بچه‌ها نذارید، چون دوتا اتچمنتتون رو عملا حروم میکنه. یعنی الکی ترین متیک عملا الکی ترین اتچمنت متیک بازیه. زبونم چرخید بالاخره تونستم بگم. یا مثلا نو استاک واقعا گزینه خوبیه دیگه. SMG دیگه. گرانیولیت دقت تیر موقع ایم میبره بالا. فست ریلود سریعتر ریلود میکنه. 8% هم رنج میده. تکتیکال فورگریپ ایم موومنت هم میده، دقت تیر هم میده، بهتر میکنه. دقت توی هیپ فایر و ADS رو میده که این باز هم خیلی خوبه. این اتچمنت تو فنک عادی هم اینو کسی ندیدم باش اصلا استفاده بکنه. و در نهایت هم اسلاید آف هند، خب که باز هم سرعت ریلود میده. یعنی عملا این گان مخصوص اینه که بدوی به سمت انمی تو فاصله نزدیک و رنده بکنی باش تا فاصله 10 متر هم نه، آره 10 متر 5 متر اینا برید رنده بکنید واقعا. و خب یه گان دیگه هم بخوام پیشنهاد بکنم که دیگه فوشخور باشه، پدر مادری، اکو. نبینید اپیکه روش اتچمنت زیاد هم میشه گذاشت. و خب من اگه بخوام 7 تا اتچمنت پیشنهاد بکنم، لیزرشو حتما بذارید، لیزر هیپ فایرشو MIP 5 میلیمتر. و به جای چیزم اینو بذارید، چون شما قرار نیست با این برید به اصطلاح ایم بزنید، هیپ فایر میزنید. و یه نو استاک بذارید، بقیه‌اش هم که خب این خشاب 25 تایی و مارکسمن و چاک اینا رو میذارید و کار در میاد قشنگ واسه تو. اینو بهتون بگم اینو نذارید لطفاً و لطفاً این رو نذارید، چون عملاً کاربردی نداره. به جاش اینو بذارید که چی داره، 17 تا تیر اضافه میکنه و خب دیگه چی میخواید، رنج هم یه خورده اضافه میکنه. این عملاً بچه کاربرد نداره. تو چیز عادی هم حتی کاربرد نداشت، اینجا هم کاربرد نداره. اگه بخواید به اصطلاح با اکو هم پلی بدید دیگه فکر نمی‌کنم چیزی مونده باشه دیگه. تقریبا بیشتر چیزها رو گرفتم به شما توضیح دادم. یه لحظه آرمورها رو هم این ثانیه‌های آخری به شما یاد بدم، کلا کار تمومه. بچه اینم که میگین چرا زب در میخوره اینطوری، مثلا من الان مود نورمال رو نمیتونم برم با به اصطلاح چیز متیک بخوام پلی بدم، خب دهنم سرویس میشه. حالا من الان اینو هاردش کنم، دونه دونه به شما بگیرم، اینا رو هم یاد بدم. وستا رو ببینید، وست 1 و 2 که خب اینا اینجا بچه تصویر چپی توضیح میده، نوشته که بیشترین تعداد آرموری که روی این میشه گذاشت بچه نوشته بالا 2 تاست و چه جاهایی از بدن رو محافظت میکنه. کل این داستان رو بگیرید عملا میتونید بفهمید که آقا مثلا من این آرمور رو گرفتم کجاهای بدن من رو محافظت میکنه و چند تا آرمور داره. بهترین حالتی که مثلا بخواد چیز کنه اینه، همه جای بدن رو میگیره و 3 تا به اصطلاح آرمور نیاز داره کلا. حالا بیشترتون اگه اپیک اینا استفاده میکنید من اینو بیشتر توصیه میکنم، چون 2 تا آرمور داره و فقط پا رو نمیگیره که هر کسی هم به پا نمیزنه، ولی من به تو پیشنهاد میکنم حتما به پای اینو بزن، چون هر کسی احتمالا اینو بخواد برداره و احتمالا دیرتر بمیره. ولی اگه به پای اینو بزنید، مثلا به جای که بالاتنه بزنید و طرف با 7-8 تا تیر بمیره، به پاش میزنید و با 4 تا تیر 5 تا تیر میمیره و خیلی سریعتر میمیره. منطقه کالافه دیگه، فکر کنید به پای یکی تیر میزنید و طرف میمیره. خیلی باحاله واقعا. اینجوریه. اینم از قضیه شیلد ها که بچه‌ها واسهشون سوال پیش اومده بود. مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید و مرسی که همراه ما بودید. بچه‌ها داریم 600 تایی میشیم، یعنی من گفتم بچه‌ها ساب کنید 500 تایی شیم، بچه‌ها دارن 600 تایی میکنن. واقعا دم همتون گرم، واقعا دم همتون گرم، جدی دارم میگم. یعنی این حجم از جهش یهو واقعا بی‌نظیره و دستبوس تک تکتون هستم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید، مرسی که حمایت میکنید واسه ویدیوهای بیشتر. حتما حمایت کنید. اگه ویدیو تا اینجا دیدین اول یه قلب بذار، کنارش هم سوالی سوال شخصی هم حالا بود دوست داشتی بپرس، یا راجع به این مود حتما بگو چه ویدیویی میخوای
تو کامنت ها بهم بگو. لایک و کامنت هم فراموش نشه تا ویدیو دیگه. فعلا کامنت کنه، لایک و ساب فراموش نشه تا ویدیو دیگه. فعلا بدرود.